بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. برادران ارجمند، همدیاران عزیز، همگی شما را اول به فرارسیدن ماه مبارک رمضان تبریک و تهنیت گفته از پروردگار مهربان التجا میکنم که خداوندا طاعت و توفیقی که در ماه مبارک رمضان خداوند برای بندگان صالحش داده بود برای ما و شما موفق بگرداند. در آخر من جنبست سخنای این سخن بزرگایی که سخن گفتن جنبست میکنم. الله سبحانه و تعالی میگوید که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسول، یعنی مؤمنون کسانی هستند که ایمانی به الله دارن و به ایمانی به رسولش دارن و شک ندارن و فخر میکنن به ایمانشان و بعد از مسلمان شدن به این عمل میکنن در ماه مبارک رمضان. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی عمل میکنن، طاعت میکنن، یعنی اونها جهاد میکنن، مجاهده میکنن، کوشش میکنن، مالهاشون در راه خدا و رسول صرف میکنن. اینها صادقون هستند. جوانان عزیز، در ماه مبارک رمضان ماه خیرات است. زکات ها ما بودیم در ماه مبارک رمضان، خاندان ما تغییر بودیم، زنها ما دختران ما با ستر بکنیم. عیب است، شرم است برای مرد مسلمان. ماه مبارک رمضان در آمده است، دختران ما و شما مکتب به یوبکه میروند، نامان مسلمان، 97% مان مسلمان. از خارج یک مهمان بیاید هیچ گمان نمیبرد که مردم تاجیک مسلمان است. عیب است. قرآن زنده، حدیث زنده، دروغ میگیم، دعوای پوچ خالی. مسلمان هستی؟ مسلمان. عمل داری؟ نه عمل ندارم. برای این سبب بیا جوانان عزیز دروغگو نشیم، قصد بکنیم، خاندانمان اصلاح بکنیم، پیرو قرآن حدیث بگردانیم. در ماه مبارک رمضان زن و دخترامون با ستر بکنیم، یعنی یا رفیقامون به سوی راه راست دعوت بکنیم. از عرق نوشی امروز در کوچه های دوشنبه تاجیکستان زیبای ما ببین که آشکار جوانی تاجیک در بالای استلش ماندگی بوتلکه عرق، یعنی استکان پیوه می نوشد، از خدا نمی ترسد. این برادرای ما و شما است. اینها را پگه خداوند از ما و شما میپرسد. باید ما و شما تکلیف بکنیم. خداوند ما و شما را توفیق عطا فرماید، ناموس اسلامی عطا فرماید، همگی ما و شما را در راه قرآن و حدیث استوار بگرداند و در امان خداوند همگی ما و شما را نگه بدارد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.